سیف سرچ یا جستجوی ایمن گوگل واقعا ویژگی خوبیه، ولی نه اینکه برای همه افراد فعال بشه و نتونیم اونو خاموش کنیم. سیف سرچ به صورت خلاصه محتوای بزرگسالان رو از سرویس‌های گوگل فیلتر میکنه که شامل خشونت، توهین، محتوای تروریستی و محتوای جنسیه. اما به جای اینکه بیان و به پدر مادر آموزش بدن که باید برای بچه گوشی خرید و چطوری برای گوشی محدودیت بذارن و در آخر تربیت کنن، زدن همه رو بستن. حالا دو تا راهکار هست که میتونیم سیف سرچ رو دور بزنیم. راهکار اول وی پی انه که خود به خود با عوض کردن آی پی باعث میشه سیف سرچ خاموش بشه، یعنی که حداقل دیگه میتونیم اون رو خاموش کنیم. برای این کار روی تنظیمات گوگل میزنین و این بغل میتونین خاموشش کنین. برای گوشی هم روی اون سه خط میزنین، تنظیمات و جستجوی ایمن رو میتونین اونجا خاموش کنین. راهکار دوم بهتره و باعث کم شدن سرعت اینترنت و اینجور داستانا نمیشه. برای اون استفاده از DNS. برای گوشی وارد مرورگر میشین و داخل بخش تنظیمات پرایوسی و سکیوریتی رو انتخاب کنین که اگر گوشی فارسی همون بخش حریم خصوصی و امنیته. بعد از اون گزینه یو سکیور DNS رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا به صورت پیش‌فرض میگه DNS رو از تهیه کننده اینترنت دریافت میکنیم که ما نمیخوایم و به یه DNS خارجی نیاز داریم. پس گزینه دوم رو انتخاب میکنیم و روی کاستوم میزنیم و چند تا انتخاب میاد. همونطور که میبینین چند تا DNS رو پیشنهاد میکنه، ولی DNS کلاود پلیر یکی از بهترین DNS های جهانه و قابل اعتماده. پس انتخابش میکنیم و تمام میشه. برای فعال شدن برنامه کروم رو یه بار کاملا ببندیم تا کار کنه. کاربرد DNS شبیه به VPN، اما مثل VPN نمیتونه ترافیک شما رو رمزگذاری کنه و همینطور IP شما رو مخفی کنه، اما میتونه باعث افزایش سرعت و حتی امنیت اینترنتتون بشه. برای سیستم وارد مرورگر بشین و روی تنظیماتش کلیک کنین. دوباره بخش پرایوسی و سکیوریتی رو انتخاب کنین و بعدش سکیوریتی. حالا اینجا بیاین پایین و داخل قسمت ادوانس گزینه یو سکیور DNS رو انتخاب کنین. روی دومی کلیک کنین و روی کاستوم گزینه کلاود پلیر رو انتخاب کنین و تمام. برای کار کردنش حتما یه بار مرورگر کروم رو ببندین و دوباره باز کنین. همونطور که میبینین گزینه جستجوی ایمیل خاموش شده. از این بخش میتونین خاموش روشنش کنین. اگر بچه زیر 12 سال دارین این ویژگی خیلی خوبه که روشن باشه و جلوتر خودتون یه سری مسائل براشون توضیح بدین. اما محدود کردن افرادی که دیگه بزرگ شدن کار درستی نیست. حتما نظر خودتون رو بگین و اگر به تکنولوژی علاقه دارین این دو تا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میدم. من امینم، تا ویدیو بعدی.